تلبیس قزوینی رافضی به آلوسی حنفی رحمه الله. آیه 55 سوره مائده انما ولیکم الله و رسوله الی آخره. خب این آلوسی شما وهابیه و شمشیر از رو علیه شیعه بسته. میگه غالب الاخباریین، غالب الاخباریین، غالب الاخباریین الا ان هذه الآیه نزلت فی علی کرم الله وجهه. روح المعانی جلد ششم صفحه 168. و همچنین میگه والآیه عند معظم المحدثین، عند معظم المحدثین، عند معظم المحدثین نزلت فی علی کرم الله وجهه. همین روح المعانی جلد 6 صفحه 167. بینندگان عزیز، بعد از کشف و افشای سلسله از تلبیس‌ها و دروغ‌های آقای قزوینی توسط شبکه وصال حق، باز امین آخوند به روی خود نیاورده باز یک بار دیگر دست به تلبیس و دروغ میزند که این بار نوبت امام آلوسی حنفی رحمه الله بوده است. امام آلوسی رحمه الله در تفسیر روح المعانی جلد 3 صفحه 333 تا 337 در ذیل آیه 55 سوره مائده به شأن نزول این آیه اشاره می کند که در مورد ابن سلام و یاران او از یهود که ایمان آورده بودند و به دین اسلام پیوسته بودند نازل شده است که بعد از اینکه قومشان با آنها مقاطعه نمودند این آیه برای تسلی آنها نازل شد. سپس استدلال شیعه از این آیه مبارکه را برای امامت امام علی رضی الله عنه ذکر نموده رد اهل سنت را بیان می کند. اما آنچه آخوند قزوینی از آلوسی رحمه الله نقل می کند که ایشان فرمودند والآیة عند معظم المحدثین نزلت فی علی کرم الله وجهه. این آیه در نزد بیشترین محدثین در مورد علی کرم الله وجهه نازل شده است. این دروغی بیش نیست. چنین عبارتی در تفسیر آلوسی وجود ندارد. و عبارت دیگری که نقل می کند غالب الاخباریین علی ان هذه الآیه نزلت فی علی کرم الله وجهه، غالب اخباریین بر این نظرند که این آیه در مورد علی کرم الله وجهه نازل شده است. این عبارت در تفسیر آلوسی وجود دارد، اما آخوند قزوینی به نظر می رسد که از اصطلاحات علما بیخبر است و یا تلبیس می فرماید. اخباریین در اصطلاح علما یکی به معنی تاریخ نویسان و روات تاریخ استعمال می شود که گفته آنها حجت و دلیل نیست، چون هر خبری را بدون بررسی سند آن نقل می کنند. و دیگر به معنای گروه اخباریین استعمال می شود که یکی از دو گروه شیعه امامه می باشد که یکی به نام اصولیین و دیگری به نام اخباریین یاد می شوند و قول آنها هم دلیل و حجت نیست. و آیه 55 سوره مائده هیچ ربطی به موضوع امامت امام علی رضی الله عنه ندارد، چون اولا سیاق آیه بر خلاف این ادعاست. آیه 51 تا 56 سوره مائده در مورد یهودیان و مسیحیان صحبت نموده و مسلمانها را از تولا و دوستی با آنها منع نموده. سفارش می کند که ولی و دوست آنها فقط الله متعال و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان هستند و باید آنها را به دوستی گرفت. ثانیاً شأن و نزول این آیه چنان که بیان شد آلوسی رحمه الله آن را در مورد ابن سلام و یاران او می‌داند و عده‌ای از مفسرین مثل طبری، ابن کثیر و قرطبی میگویند که این آیه در مورد عبادة ابن صامت رضی الله تعالی عنه نازل شده است، هنگامی که نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و از پیمان و دوستی با یهودیان براءت جست و از تمام تعهداتی که با آنها داشت دست کشید و آن هنگام این آیات نازل شد. ثالثاً آیه با لفظ جمع به کار رفته است والذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردند، و علی رضی الله عنه یک نفره. و اگر گفته شود این نشانه تعظیم و تکریم است، میگوییم مقام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از علی رضی الله عنه بالاتر است. پس چرا الله متعال در هیچ جای قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم را به صورت جمع خطاب نکرده است؟ رابعاً
در این آیه به معنای نصرت دهنده و یاری کننده است، چون اگر ولی را به معنای حاکم و امیر یا خلیفه معنا کنیم، در این صورت معنای آیه چنین می شود: همانا امیر و خلیفه شما الله و رسولش و مؤمنان هستند و این را هیچ عقلی قبول نمی کند. خامساً آیه از زکات فرضی صحبت می کند، نه از صدقه نفلی، و محل دادن زکات در وسط نماز نیست بلکه خارج از نماز است. لذا مراد از رکوع در این آیه خشوع و خضوع است، نه رکوع در نماز.